3. خب دستگاه X6 با ایراد ولوم پایین ارسالی از همکارم. این که کلید پاور اوکی، کلید پایین اویل، کلید بالا اوکی. خب دلیل که ایراد از سی پی یو. خب الان یه اویله، ما سی پی یو رو اینجا رو فشار میدیم، دقیقا از اینجا پای قطع کرده، پای اوکی شد، بدش میکنیم اویل شد میشه. پایان کار دستگاه. مدل X6 هانر X6 و X6S و بردشون یکیه. مشکل دوم پاورش هم حل شد. سیم پیشی کردیم زیر پایه‌های سی پی یو رو.